تو ویدیوی امروز یه ماشین پلیس قدیمی پیدا می‌کنیم. خیلی بانمکه. من اطلاعات کاملا به دست بخور درباره BMW بهتون میدم. این حساسیت مثلا الان BMW 528 و یکی از کمیاب‌ترین ماشین‌های دنیا رو بهتون قرار نشون میدیم. وان اف وانه، یه دونه ازش کلا تو کل دنیا. اما قبل از همه اینا بیاید بریم از دم در شروع. بچه‌ها همونطور که تو تایتل ویدیو دیدید احتمال خیلی زیاد میدونید الان ما کجاییم، یعنی من کجام. ولی یه مهمونی داریم که هنوز نیومده و بهتون نمیگم کیه فعلا تا بریم تو بهتون میگم اونجا. خب بچه‌ها مهمونی که میگفتم پریا، بچه‌ها ما الان توی سالنیم. یه گوشه‌شو بذارید بهتون نشون بدم قبل از اینکه بریم بقیه ماشین رو نه بیا اوکی. قبل از اینکه بقیه ماشین رو ببینیم آخه اینجا به تو ربط داره. میخوام شما رو با علایق و سلیقه پریا آشنا بکنم. به صورت کاملا مسالمت آمیز فهمیدم که بهتره چیزی نگم. اینو چقدر گنده است. زخم واه اینو من تو مافیا داشتم. تو تایتانیک رو ندیدم. مافیا بازی کردی؟ نه. لوگو رو میبینی؟ نه هیچ شباهتی ندارم. بچه‌ها یه رویزی هست. پریا عکسشو برام فرستاده. من این عکس‌ها میذارم کنار هم با یه M5 و پریا میگه که این دوتا شبیه همن. حالا تو کامنت حتی یه ذره هم شبیه نیستن. اونم رویزه؟ اینو تا الان نشیندم اصلا اسمش تا الان. ارسکین 1927 40 است به بخار. ولی کل دندش 3 تاست. ولی یه چیز جالبی که داره میدونی چیه؟ حجم موتورش 2 برابر 206. جدی دارم میگم. 2 برابر نه، 1 برابر و نصفی. ازش 95000 تا هم ساخته شده. 6 سیلندر خطیه. 2 تا سیلندر از 206 بیشتر داره. از تمام ماشین ایرانی. من خودم اینو هستم. این چیه؟ این رویز رویزه؟ نه. چی؟ لوگوش هم تا نه. آمریکایی ها. جلو پنجره نه. 3 متر جلو پنجره داره. این رویز رویزه؟ او باری کلا روش نوشته؟ لوگوش دیدی؟ کجاش دیدی؟ آره اینا بچه ها بنزینی. نه هواکشه پریا. خب یهو روشن شد. این طرح دورنگ رو میبینی؟ الان رو بنزای میباخ هم هست. اون موقع بنزلی میزده. توشو نگاه کن. نه اون توشو نگفتم. نه کلا شبیه چیز درشکه ساختن. درشکه میگن کالسکه. آره چرخ زاپاسش هم اینجاست. من اینا من تو چیز داشتم تو مافیا داشتم با همه اینا من بازی کردم. بچه‌ها انگلیسی‌ها سال 1351 ماشینی ساختن که 190 اسب بخار داشته. خیلیه واسه اون موقع. حجم موتور 4000 سی سی. طول موتور رو نگاه کن. یعنی 4 تا 206 توشه. خیلی خوشگله. همه چی مقیاس بادی میشه. نه اینا نمیشه دزدید. هستی بدزدیم چراغای پیکان بوشه. گفتی چقدر نظرت میشنوه دارم میگم میشه اینا رو بدزدیم یا نه؟ بشنوه. ما که نمیتونیم ولی خب دفع کنش نمیشه چقدر کوچیکه 3 تاست. آره وای. این برای خنک سازی موتور. وقتی میاد جلو هوا بره توش البته جلوش هم داره ولی خب بعضی کنش. نه فهم که فکر نکن. ببین بازسازیاش این شکلی بوده. همشون بازسازی میشن. بلی. چقدر خوشگل بازسازی شده. چقدر دربدار هم؟ چقدر دربدار شیت. یا از این یکی شروع کنیم. بنز نه؟ آره بنز SL. این میدونی خدا تومنه الان بچه بنز SL چه مشخصاتش روش ننوشته. 120 اسب بخار
بنز 190 SL. با اینکه بنز فن نیستم ولی واقعا خوشگله، خیلی خوشگله. اینو من میدونم پریا نکن. قبلا که می‌خواستم ماشین اسپورت کنن اگزوزش از کنار در می‌آوردن از خدایی خیلی خوشگله. نگاه کن 6 تا سیلندر داشته، 160 اسب بخور، 5000 سی سی بنزم بوده. 5000 سی سی میدونی چند تا 206 میشه؟ دوستان اینو آدم رو چجوری بگم که تلفظ نشه درست؟ دوستان اینو شخصا خودش کادو داده بوده به رضا شاه. این چیه؟ کانتیننتال لینکن نمیدونم مطمئنی؟ لوتوس شده با موتورش فورده فکر کنم. خیلی خوشگله. پریا تا میخونی من برم یه فیلم دورش بگم. هرچی خوندی میتونی تو خلاصه لکچرش کنی. بچه نگاه کن چقدر خوشگله. وای پریا داره سخت مطالعه میکنه. خودم تا کی میخواد ادامه بده؟ چیزی یاد گرفتی؟ هنوزم نه؟ این صدا رو میگفتی یه دفعه میاد؟ این صدا رو میگفتی یه دفعه میاد؟ هواکشه. اینا نقره و طلا هن. این چیزایی یه چراغایی هم توش هست. چقدر وایدم بازش توش میکنی میاد بیرون. توی اینا؟ نمیدونم گفت روشن میکنی یه چراغای نمایان میشه. اینا نمیگه یا نه؟ نه توشو میگه؟ فکر کنم داخلشه. اولدز موبیل دلتا 88 کاستوم. چه خبر این همه اسم؟ آمریکایی دیگه میگم طراحیشون کلا یه سبکه. ولی یه چیزی میخوام نشون بدم. طول موتور رو میبینی؟ فرانت انجینه دیگه. آره طبیعتا 6700 سی سی. خب ببین من با 206 مثال میزنم. این چیه؟ صندوق که نمیتونه باشه چون صندوقش اونوره. یخچاله؟ اون موقع فکر نکنم تکنولوژی یخچال داشته باشن. نه یه چیزی انگار ازش صدا میشه. چرا سوراخش کردن اینجا رو؟ شاید مثلا تیراندازی شده. خیلی دوست دارم. کدوم تیر اینقدر با تیر کمون چرا؟ این هم 300 اسب بخوره بازم شیشه داره خوله سی سی. ببین 4 5 تا کاپوتاشون خیلی گنده است. آره 4 5 تا 206. ببین این که اون وسط درگیر این بودیم که چیه؟ رادیوه. چراغاش کدومه؟ من درست گفتم رادیو. این چراغاش این برمیگرده میاد بالا چراغاش. آره کاپ هولدر داره رادیو دیگه نمیدونم کدوم. اینا ولی رویز رویزن همشون. چقدر خوشگله. بچه پریا فقط از ماشینایی که ادایان خوشش میاد. ماشین واقعی خوشش نمیاد. بوگاتی، پاگانی، رویز رویز. ماشین واقعی بی ام وس، پورشه، بنزه. آی این واقعا خوشگله. ولی چه پروژکتور زدن بچه ها. پریا محو این رویز رویزه شده. بازم اونقدر خوشگل نیست. دلیل خودم دارم. پروژکتور گذاشتم. آره نه چند ثانیه اول واقعا خوشگل بود. اینی که پشت چرخ‌های عقبش گلگیر روی چرخ اومده رو خیلی دوست دارم. بچه‌ها دوتا اینو الان بیاری تو خیابون دستگیرت میکنم. میفرستن تعمیرگاه جون ماشین لوازمی بوق گذاشتی روش. چقدر خاصه. 1936 خیلی قدیمیه ها.
چقدر میشه 1315 75 سال پیش 85 سال پیش 89 سال پیش 89 دیگه 11 سال 11 رو فقط میخوام بدونم کجا تو بردی 9 میشه 9404 مگه نیست؟ با 5 اون میشه 9 نه یک میشه. اما ببخشید خط توی خوشم نمیاد از این ماشینا که چیز نبودن لیمیتد ادیشن نیستن منحصر به فردترین مدل روز رویس پس از جنگ جهانی دوم. بچه اگه دوست دارید بخونید میتونید استاپ کنید چی؟ به سفارش سران خاندان سلطنتی ساخته میشه. اوه پس فقط کسی که سلطنتی بودن میتونستن سفارشش بدن ولی یکش باز میزد چند تا ازش تولید شده اگه میزنه 18 تا کلن ازش ساخته شده خیلی لیمیتد ادیشنه یکیش بچه این ماشین 1 از 18 من دلیلی که داشتم گفتم از بنتلی خوشم نمیاد بنتلی ببین اون رو کاپوتش هم میبینی لوگوشو بنتلی همیشه دوست داشته مثل رویز رویس باشه اوکی نه گوش کن هنوز تموم نشده اوکی بنتلی همیشه دوست داشته مثل رویز رویس باشه ولی همیشه سعی میکرده یه حالت اسپورتی هم نگه داره کنار سلطنتی بودنش ولی رویز رویس یه چیزی تمرکز کرد نه وایسا ادامه داره رویز رویس یه چیزی تمرکز کرد رویز رویس همیشه سلطنتی بودنش رو نگه داشت و بنتلی هم از اینجا رونده از اونجا مونده چی میگن چرا یه همچین چیزی شد کسی که کلا مثلا اسپورت دوست ندارن بین کسی که بین کسی که تلفیق از اسپورت سلطنتی نه اسپورت کلاسیک دوست داره میتونه استون مارتین انتخاب کنه اونم میتونه انتخاب بکنه اینم میتونه جفتشون میتونه بنتلی رو نیستن بنتلی بی هویته گوچش کدومه همش بنز دیگه ای بابا بنتلی نه وایسا اون رویز رویس مشکیه نه آفرین بیا بالاخره اوه فراریه وای این همون لامبورگینی هست که گفتم لامبورگینیه هم قرمزی که دنبالش بودی چقدر خوشگله این بانمکه اینم خوشگل این هم ماشین نبود که دیوید بیکام داد به پسرش بگو من خیلی ذوق کرده بودم اومدم تو این سالن بعد اینقدر ذوق کرده بودم که گوشه داشت گریه میکرد آره گوشه دادم پریا رکورد کنم ما تا اونجا رفتیم و بعدش 10 دقیقه داشت حرف میزد 10 دقیقه داشت حرف میزد آره کلی اطلاعات در ماشین دادم و بعدش فهمیدم که پریا شروع از اینا رو رکورد نکرده میخوام دوباره براتون توضیحات لازم رو بدم دکمه‌شو میذارید رکورد کنم آره خب اول از همه بریم سراغ اون لامبورگینی میورا اس اینا رو نشون بده بعدا سراغشون اول بریم سراغ اون لامبورگینی میورا اس خیلی بانمکه این لامبورگینی خب این ماشین موجه داره ولی یعنی چی نشو به نظر من جلوشو خراب کرده حالا اومده یه تزی داده ولی این برش قشنگ‌تره از این برنامه از این داره که وقتی که فرچو لامبورگینی سر یه دیت بوده با خانم داشته این ماشین رو با خودرو روی رسم الخطی طراحی می‌کرد بعدش که داشته طراحی می‌کرده خانم که مشکل بود موجودی که قشنگ میشه و تصمیم میگیره که این موجود رو توی ماشینش هم تو طراحیش هم بیاره و تبدیل میشه به این چیزی که می‌بینید و این ماشین چندین سال پشت سر هم برنده 35 جایزه سال شده صدای هواکشی پیدا باور کن هواپیماست میدونم نزدیک این صدای هواکشه نزدیک فرودگاهی خب منطقیه پس چرا میگی هواکشه سس نگید خب بعد این ماشین V10 یعنی 10 سیلندر میشه 5 تا بعد 5 تا بعد بعدش
شکل ماشین شروع و اینکه این ماشین دو تا چیز دیگه میخوام بگم. این ماشین توسط خود فرش لامبورگینی به محمد رضا شاه جایزه کادو داده شده و مورد دوم این که اگه میخواید داستان کامل این ماشین رو ببینید میتونید برید زندگی نامه لامبورگینی، یه مصنف فیلمه، اون رو بشینید ببینید. لینکش تو دیسکریپشن نه هست. بهش سرچ و مورد بعدی میرسیم به لامبورگینی کونتاش. بیادب. کانتاش به قول اون تابلوه بچه‌ها. برو بیار اون تابلوه. لامبورگینی کانتاش. ولی خب شما درستش رو یاد بگیرید. دیگه درستش اینه. می‌بینی؟ خب. این ماشین چیز خیلی جالبی که دربارش وجود داره جز اولین 12 سیلندرهای لامبورگینی بوده. V12 در واقع. می‌بینی؟ چون من 5 سال بیشتر ندارم دیگه تا آرشه موتورسیکل بدم. ولی 12 سیلندر این شکله. بچه برای هوا صدای هواپیما بدون یه پیستون بار صدای هواپیما داره. خیلی ترس. رکورد آره رکورده به خدا. به قرآن. این چقدر عجیبه یکم. خیلی بانمک نیست. میتونم از این خوشم بیاد. از انا. خب بچه رسیدیم به پورشه 928 ساخته شبیه نمایشگاهی شده. این عشقشه. آره بچه من واقعا عاشق پورشه از بین همه اینا انتخابش این بود. کی پورش دوست نداره جز من نگفتم دوست ندارم، اینو خوشم نمیاد واقعا. اون چی؟ چه رنگ زاییه این؟ اوکیه. من می‌دونستم پورش هم ویشک میزنه. انگار سر قرب نشستی فاطمه میخوای. او چرخوشه زخامت چرخ اولش نگاه کن. اینقدر چرخه. درست میگم. می‌بینی؟ این قشنگه، اینو منم دوست دارم. اسباب بزنیم هنوز دارم قرمزشون. این کلکسیونیه دیگه. می‌دونستی که از این ماشین هنوز هم 3-4 تا توی خیابون هست که واسه افراد شخصیه و هنوز هم وجود دارن؟ تو ایران؟ بله. و جزء انقلاب بوده توی پورش سری 911. مالی چه سالیه؟ 53 همسن بابای منه. آخی. اون اینه که واقعا خیلی دوست دارم. خیلی خوشگله. این واقعا قشنگه. ماشین اینجا کدومه؟ کل اینجا؟ نه تو این سالن. من اینو دوست دارم. اینو دوست دارم با اون آبیه که اون انتهای خاص‌ترین ماشین. کدوم یکی از این ماشینا کم لیمیتد ترین حالت ممکنه؟ این شاید نارنجی؟ آره میدونی اصلا چیه؟ نه بریم اون. این نمی‌خواستی توضیح بدی؟ این خیلی قشنگ بود. بیا چیه؟ از اینم چیزی میدونستی؟ آره انتظار نداشتم پورش بگه. وا خیلی بانمکه. خیلی خوش. خودروسازی و میدونی برای کی بوده؟ برای ولیعهد. چیز وولکس و بنز و پورش هر سه تاشون همکاری کردن و ماشین رو ساختن. و شبیه ماشینایی توی شهر بازی فهم. خیلی خوشگله. آره تماشاش یه باد میزنه تو صورت نفست برمیاد. همون یه چیزی باید اینجا کار بزنیم. اگزوزا رو ببین. نه قشنگه. پیوی من نارنجی خیلی خوشم. پیوی تهران اسم ماشینه. چقدر بانمک. آره اینجا نوشته. و سه تا شرکت همکاری کردن. نوشته به ایران هدیه داده شد. آره دیگه. اینجا بگی وان آف وانه. یه دونه ازش کلا تو کل دنیا همین یه دونه اونم است. کلابریشن بین این سه تا. تولید شرکت مرسدس بنز، پورش و فولکس واگن. این یکم فراریه. این خیلی ترکون. به خاطر اینکه نسل مدرن تری شده بود دیگه جلوشو. اینم قشنگ از نظر. جلو پنجره فراری طراحیه که هنوز هم تو یک سری از فراری‌ها می‌بینیم. خب دیگه وارد مدرنیزه بشیم. وارد نسل مدرن فراری شده. بعد زخامت چرخ‌ها ببین. اون موقع که می‌ساختن هنوز هم از چرخ‌های 200 فراری 500 سوپر فست 400 اسب بخور. ازش 36 تاست. V12 وی آره. خیلی این ماشین این همسن باباته. این ماشین الان توی مزایده‌های پاریس خب توی لوور پاریس هر سال لوور پاریس و دبی
هر سال یه سری مزایده ها هست که میرن ماشینا رو بیت میرن و میخرن. این فکر کنم واقعا بالای 20 میلیون دلار 20 میلیون یورو پولش باشه واقعا. چرا هواپیما ببین لیمیتد ادیشن بودنش کاری ندارم. 36 تا دونه ازش تو کل دنیا ساخته شده که حالا معلوم نیست 35 تا دیگه سالم باشه نمیدونم. ولی این دیگه 36. گوت تو این بود؟ نه نه این؟ اینو منم دوست ماشین دارم. 12 سیلندر خدا خوشم. اینو با اون قرمزه آخرش خراب کردی. راست میگی. پشمام. یک دستگاه از آن تولید شد. نماینده شرکت فلان در کانادا از آقای رابرت جانگل مؤسس شرکت منوسری هدیه به همسرش تقدیم کند، اما پس از اتمام ساخت این خودرو مورد پسند همسر نماینده شرکت فلان قرار نگرفت. خانم خوشش نیاد. یه دونه ازش ساختن اونم رد کرده و در نهایت کارخانه پرینتر در انگلستان بازگشت. در زمان ساخت آن قرار بود که موتور جعبه دنده سیستم تعلیق و فلان 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 اون طراحی و کار ندارم چی شد رسیده اینجا. همون دقیقاً این به کی دادن؟ جالب این است که دسترسی به موتوران از درون اتاق خودرو نیز امکان پذیر بوده. چی؟ از توی خود اتاق ماشین میتونی به موتور دسترسی داشته باشی. چرا مثلا شیشه جلو به صورت یک تکه طراحی شده و فاقد شیشه‌های بغل میباشد. چادری برای شرایط آب و هوای خاص برای چادر طراحی شده. یه دستگاه فلان نزنه ولی یک از یک مسخره میشه روش چادر بیاد دیگه. معلومه خوشش نمیاد خانم. این چیه روش زدن؟ سفیده. بیزر نمیدونم. لیزر همون بیو چجوری؟ لیزر. میگم چجوری اونو بی خوندی؟ اونجا یه لامبورگینیه میورا اس، یه لامبورگینی کنتاش اونجا، 2 تا فراری اینجاست، 3 تا فراری اینجاست، یه ماشین وان آف وان اینجاست، یه ماشین وان آف وان اونجاست، 3 تا پورش اینجاست و پریا از این خوشش اومده. یعنی اون پورشی که کنارته جز محبوب‌ترین پورش‌های تاریخه و داری از این بچه اومدیم توی سالنی بریا کوشی بریا اومدیم توی سالنی خوب فکر نکنم کسی جز خودمون اینجا باشه. هست؟ نه اشتباه اومدی. از کجا شروع کنیم؟ نه درست اومدیم. کجا نگرفتم؟ دست تو ای وای چرا برعکس؟ چجوری برمیگه؟ این چجوری برمیگه؟ استاپش کنی یه ور نکن. یه دونه از اینا تو نمایشگاه گوهرداش خیلی سالم‌ترش وجود داره. سفیده؟ آبیه. آها اون آره وا چیزش داره. اینا ماشینایی که بازسازی نشدن. نکن اونو. ببین چه خوردگی داره گلگیرش نکن. راست یعنی از بداهه این رنگی بوده؟ آره از اول اینجوری بودن. نکن خط خشی رو کاپوتش نگاه کن. بچه اینا ماشینایی بوده که فکر کنم کلا تمیز درش آوردن. اصلش همینه. اینم خوشگله واقعا. بعد به عنوان ماشینی که ببین این ماشین بازسازی نشده انقدر تمیزه. مثل کلکسیونرها بوده؟ 100%. کسی که بخواد باشه استفاده کنه انقدر ببین اصلا اینجاش خورده. می‌بینی؟ آره. گیرش خورده. چقدر خوشگله. واقعا خوشگله. اینجا خوشگله. کار میکنه. البته روانی نیست انقدر ساکته. این ماشینا رو من تو مافیا دزدیدم. بیا. آره جگواره. چقدر خوشگلی تو. چقدر قشنگی، چقدر تمیز تو رو نگه داشته. آینه بغل نداره به چه دردی میخوره. حالا یه آینه بغلشو زده. دو تاشو زده. این بدون آینه بغل تولید گفته شده. که این بدون آینه بغل تولید شده. این روش نوشته؟ نه ولی اگه زده میشد جاش بود. انقدر تمیز نمیکننش. راست میگی. این اصلا آینه جلو هم نداره.
این بدون آینه است. بعد یه چیز جالب که دقت کردم بیا نکن فریاد. روش ننوشته چیزی ماشین راجع قدیمی، ماشین قدیمی. خب گوش میدی؟ بله ماشین قدیمی کاپوتشون از جلو باز میشه. خب کاپوت اینو نکن. از جلو گیر شروع میکنه به باز شدن. راست میگی کامل اینجاش در میاد. آره. چه جالب واقعا جگوار قشنگ. آخی فکر کنم آره. خیلی بانمکه. شهربانی شهربانی همونه دیگه. چقدر خوشگله. واقعیه دیگه. منظور چیه؟ بچه در همه بی ام و الان همچین چیزی وجود داره. مثلا داره 735 آی. خب یعنی چی این 735؟ مثلا الان بی ام وای 528 داریم، بی ام وای 320 داریم، 318 داریم. حالا یعنی چی؟ رقم صدگان سری بی ام رو نشون میده. ببین 7 سریز. بعد اتاقش هم که ای 32 یعنی مدل اتاقشه. رقم 10 گان و 1 کان حجم موتور رو نشون میده. 35 یعنی 3500 سی سی بوده. البته الان یه سری بابا داره که 528 2 لیتریه 2000 سی سیه با 2 تا توربو میشه 2800. ولی خب آره رقم 100 گان نشون دهنده مدل بی ام است. از اینا هر جا دیدی 320 528 730 سری هست. سری بی ام میشه. فوق‌العاده است. خیلی خوشگله. منصوری میشناسی؟ کوروش منصوری این چیز میکنه. تیونینگ میکنه. آره تیونینگ. یه تپن به روی روزهای جدیدم از اونجا بگی. ببین روز از قدیم تا الان همینجوری بوده. پرهای جلوش تا وسط یه سری به سمت چپ بوده، یه سری به سمت راست. خب بعد توی تیونینگ کوروش منصوری که اینا رو رنگ میکنن به سفارش مشتری هر رنگی که مشتری بخواد، مثلا دو رنگ، مثلا سفید مشکی، نارنجی که بهش میگن هرمس مشی مثلا، یا آبی تیفانی خب یا همون فیروزه خودم اون رنگی. به یه ذره پررنگ‌تر از اون میگن واقعا تیفانی. قشنگه. به یه مقداری پررنگ‌تر از اون الان رنگ اون مدلی نمی‌بینم اینجا. بهش میگن رنگ تیفانی. این پررنگ‌ترش نیست. نه این خیلی پررنگ‌تره، رنگ فیروزه‌ای نمیخوره. میاد چیکار میکنه منصوری؟ یه رنگشو اینوریا رو میزنه، یه رنگشو اینوریا و تو از هر وری که نگاه کنی اون یه رنگه. از هر بری یه رنگ دیده میشه. چقدر جالب. الان به سمت من نگاه کنی اینوریا بسته است، اونوریا بازه. آره. اونوریا بازه، بسته است، اینوریا بازه. رولز رویس ماته. جلوش ماته. این رنگش این فکر کنم به خاطر کهولت سن مات باشه، چون این ورش یه مقداری براقی رو درش دیده میشه. بعد اگه مات باشه میزنه مات فکتوری. چرخ زاپاستش هم حتی پاره شده. از لحاظ نیمتالی همچین شرایطی داره. رولز رویس فکر کنم سری اوله. فانتوم 1. توش هم کنده شده. توش رو نگاه کن. چه آشغاله سوار میشدن مردم. و مثلا فکر کن این دوران خودش مثلا یه ماشین خیلی خفن بود. آره. فرمانشو بیاد که راهنما داره فکر کنم. دو تا چیز داره. بوخ که نمیتونه باشه تو راهنماست. آره این دو تا شاخه هاشو میبینی؟ اونا میتونه راهنما باشه. اون حتی چرخ دکمه پاره شده. من نمی‌دونم روز ریدیزاین نه فکر کنم همون بالاش کنده شده. نه ریدیزاین شده طبیعتاً. نه ریدیزاین شده. آره مثلا یه چیز این چرا آدمه؟ فکر کنم آره. چقدر عجیبه. از اون دیگه تغییر نکرد لوگوشون. آره. این چرا؟ این چقدر بانمکه. 6 سیلندر خطیه، یعنی یکی زنه؟ سیلندرش از اون جلو فکر نکنم. خانومه الانی؟ نه. چرا خانومه؟ نه. نیست. شما بگین هست یا نیست. خیلی فلته. تیر خورده. کیو زدن؟ یکیو ترور کردن. ماشین توضیح میدی داستان ماشین رو بگو. قشنگ تو صورت راننده. غلام رضا رو کشتن؟ نه غلام رضا وقت نمیده. ببخشید اینو کیو باش کشتن؟ آها سفیر آمریکایی. شاید نمورده باشه. صورت ایستادن اگه نه لزوما. چرا؟ میتونه مثلا به کتفش خورده باشه یا گردن. ممکنه.
ولی نه گردنم بخوره میمیرید. ممکن اصلا کنار سرش رد شده باشه. کنار سرش رد میشد سال اولی سالم نمیمون. منطقیه. بچه‌ها به آخر ویدیو رسیدیم. هر یا چیز خاصی داری به بچه‌ها بگی؟ پیشنهاد می‌کنی بیان؟ آره خیلی خوشگل. همین. لایک، سابسکرایب، خب کامنت. یکی دیگه زنگوله. آفرین. لایک کامنت سابسکرایب زنگوله رو یادتون نره تا ویدیوهای دیگه و ولاگ‌های باحال دیگه.